چی میشه اگه 1000 تا چیتو همزمان بزنیم؟ میمیرم الان. سوار این ماشین میشم. پشماتون ریخت. پشماش ریخته دیگه چه غلط داری میکنی؟ موتورش هم سیرم وای یارو افتاده. اوکی بچه ها سلام. سلام کن بچه ها. این چه قیافه تو؟ اوکی سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. اسم من میبیتن و اومدیم با یه ویدیو از چنل میبیتن. آره و خب میخوام ببینم اگه 1000 تا چیتو یک همزمان بزنیم چی میشه. این برام سواله. مثلا گزینه اولی که یه چیتر انجام میده اینه که ایماتو فعال میکنه، یا مثلا یه پنل میاره بالا او عشق کن. این ایمات نمیدونم چیه، ولی میدونم الان اینو مگه بیارم روی 24 عشق کنید. نگاه رو هوا دارم میرم. من یک پرنده ام. اینم داداشمه. خب مگا جامپو که اگه فعال کنیم اسپرینت بچه یه چیز بهتون بگم، نمیشه زیاد فعال که مثلا نگاه الان من میخوام اسپرینت ناموس بنام. این فست روتیت اینه که سری کاراکتر میچرخه. و خب یه چیز خیلی جالبی هم که این داره اینه که ما میتونیم هوا رو تغییر بدیم و تایما بکنیمش صبح. الان اینجوری الان چشای خودم باز شد. چی بود؟ خب اینجوری خیلی بهتره. الان اینو چیه؟ بگو الان میمیرم. برای ماشین اگه همه اینا رو فعال کنیم جز این دوتا نه جز این سه تا میتونیم سوار هر وسیله نقلیه که بخوایم میشیم. الان من برم یه وسیله نقلیه پیدا کنم تا تست کنیم ببینیم چه جوریه. میمیرم الان. خب بچه اینجوری نمیشه، قشنگ باید آره بریم بالا. مثلا نگاه آسانسور داریم میریم بالا، آسانسور شخصی. من الان کدوم از این ماشینا رو دوست دارم؟ مثلا این نمیخوام سوار هلیکوپتر بشم، خیلی عالی. الان من دوباره این ایر بریک چیه اینا خیلی فعال میکنم، سوار این ماشین میشم. پشماتون ریخت یا نه؟ اوکی من هیچ نظری ندارم. و خب بچه ها این ویدیو صرفا جهت فانه، من قرار نیستش که ابیوز کنم. حرفمو پس میگیرم، میخوام همه رو من الان اسپید هک رو روشن کردم. خب الان خاموشش میکنم. الان من اینجا اگه بیام آبجکت رو روشن کنم آره نگاه ابیوز خار مادر قشنگ. بله نگاه من اومدم اینجا، خیلی عالی. یه سودی هم این چیت داره، اینه که شما وقتی میخوایم برین کار کنید، البته این همش سود بود. آره شما وقتی میخواین کار کنید میتونید از این چیت استفاده کنید. مثلا من الان میخوام برم این شغل چیه که جعبه رو برمیدارن. آره جعبه میذارن تو پشت ماشین. این دقیقا همیشو سودی که داره اینه که شما میایین. حالا من این فست اسپرینت رو خاموش کنم. ایر بریک چی؟ من آخرش نفهمیدم. روشن میکنید و از تو در دیوار رو رد میشید. بله دوباره جعبه رو میذارین اونجا. بذار اونجا عمو ببینه. بذار آفری. نگاه چقدر پسر خوبیه، قشنگ گذاشت. از این به بعد میتونین از این چیت استفاده کنید. خب من قرار نیست اینو براتون بذارم. اگه دوست داری اینو براتون بذارم حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستین. اوکی حالا این یک کدوم از اینا بود دیگه. بس دیگه من خیلی پول دارم. نگاه قشنگ تو چشمتونه. نگاه ببینید. حالا این به کنار، من یکم صورت خودمو ببرم بالاتر. حالا اونقدرم دیگه نه، ولی در یه حدی آره. اینفینیتی ران. بچه من تفنگ ندارم که یکی رو براتون بکشم. من الان میخوام برم ماشین این داداشمونم بدزدم. این خیلی به من پررو کرده. برای این یارو کیه سبزه؟ تو بودی برای من گنده گوزی میکردی؟
تو گاییدم وای. تو بودی؟ تو با این قیافت بودی؟ سوار ماشینت میشم خدا نگهدار. من الان اگه یکی رو بزنم بمیر بعد که بیشور. تو چرا میخوای منو بزنی؟ من مگه چی کارت کردم؟ من نگرفتم زیرت کنم. چرا یه بار زیرت کردم دیگه. الان راحتی. الان آقا آزاده میتونی بزنی. خب الان این ایزی درایو چیه بچه‌ها؟ من یه اینو بزنم زیاد برم از سرور پرتم میکنه بیرون. دارم ماشین این داداشمون ویراژ میدم کف لس سانتوس و چیت میزنم. بله وقتی ماشین چپ میکنه بله با یه دکمه اولی ردیف. منم الان مثلا میخوام برم تو این خون درش بسته است. برای خودش بسته، برای من که بسته نیست. درست میگم آقای دکستر؟ بله ایشون هم تایید میکنه بچه‌ها. ایشون هم داره تایید میکنه که شما هنوز لایک نکردی. برو پشماش ریخته میگه چه غلط داری میکنی. کیک شدم از سرور. خب بچه‌ها الان من میخوام بهتون یاد بدم چجوری مردن کبوتی بشین فقط و فقط با 250,000 تومن. مگا جامپ رو روشن میکنین و تا ناموس میبردش بالا. الان مثلا من مردن کبوتی هم بچه‌ها. حالا اینجوری مردن کبوتی نشدین میتونین یه جوری دیگه مردن کبوتی بشین. چجوری؟ حالا جز این که مردن کبوتی میتونین بشین فلش هم میتونین بشین. حالا واقعا مردن کبوتی باشه. آره اینجور چیزا رو فقط تو چنل میبی 10 میتونید ببینید. وای نمیر تو دقیقه. بله تضمین میکنم من. خب منم FBI بپرسم آقا شما هم تضمین میکنی؟ سلام آقا. اوی بیا بزن میخوام بند شم امروز. دهن همتون رو گاییدم. خب چجوری میشه الان سوار ماشین آمبولانس شد؟ به صورت خیلی ساده سوارش میشیم. چیکار میکنیم؟ من یک پدری از این در بیارم نگو نپرس. خب بچه ها الان ما با چیکار کنیم؟ بله اینو میزنیم و میریم تو شکمه. البته اینجوری میریم تو شکم. بابا چرا منو میندازی پای مرتی که پنجا که کمه اصلا. سوار این ماشین نمیشه شد ولی سوار این ماشین که میشه شد. من الان میخوام یارو ماشینش نابود شد. بچه این کرم خالصه رفتم توش. بله خب بچه من الان میتونم برم داخل این و اینجا. آره عالیه. با این ماشین که به اون نچسبید بریم با تانک سوات و غول مرحله آخر عشق. حال ندارم برم بالا. اینجا این چیو میزنیم بعد میریم بالا. آره خب حالا این پنل من آوردم اون کنار. بنده خدا پشماش ریخته میگه بابا داداش چیکار داری میکنی؟ یارو مرد. چرا اینجوری آلفا رول پلی؟ خیلی هم عادی. اینجا آبجکت نه مثل که باید یک کار دیگه انجام بدیم. ماشین زیر پامونو گرفتن چقدر بد. کورس گذاشتم با این. برداشت برو. موتورش نسیدم وای یارو افتاده دم. خب بریم. نشستم بغلش میگم بریم داداش منو آره خار کس که اینجا دیگه کجاست؟ برش کن بی خیال. بچه دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه بازم از این ویدیو میخواین حتما ویدیو رو لایک کنید و چنلمو سابسکرایب کنید که من از این ویدیو براتون بیشتر بذارم.